قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود پروردگار یگانه و یکایک شما شنوندگان و بینندگان عزیز ما. امروز باز در برنامه ترازوی عمل، برنامه‌ای که وقت‌های اخیر اساساً درباره مسئله‌های داغ روز و مصیبت‌هایی که باید به پایان برسد صحبت می‌کند. با موضوع آمدم که خیلی امید دارم پس از این برنامه یک ما سهمگذار باشیم برای اصلاح کردنش. آن هم با موضوع سهمگذاران انتشار بداخلاقی، آنهایی که زندگی خود را برای پهن کردن فساد و بداخلاقی دارند میدهند، پولهای خود را صرف میکنند، وقت خود را میدهند، ولی گمان میکنند که هیچ کاری نکرده ایستادند و کار آنها کاملا درست است. و امروز یک شما و خود بنده هم شاهد هستم که باران فساد و بداخلاقی با هر نوعش آشکار و نهان دارد بالای جوانها میریزد و سرکرده این فساد و سهمگذار این فساد و این بداخلاقی نفرانی هستند که متاسفانه از بین خود ما می باشند و خود از خود یک بداخلاق یا یک نفری که نیتش فسادکاری هست یک باره نه مشهور شده می رود نه از پی کار خودش به خوبی می براید، بلکه این مویان هستند و نفران دیگری هستند که با تمامی هم مادیات هم معنویات از یک طرف آنها را مهیا می سازند و از یک سو دیگر لذت می برند از اینکه چقدر جوانها دارند گمراه شده ایستادند. پیش از آنکه با تفصیل درباره نمودهای بداخلاقی و این چنین سهمگذاران آنها صحبت کنم، اینجا باید ذکر کنیم که تاریخ همیشه شاهد است هر بداخلاقی که با بداخلاقی خود مردم را به سوی فساد میکشاند، چه آن فساد اعتقادی باشد چه فساد اخلاقی، او خود را هرگز فسادکار حساب نمی کند و حتی شیطان با اینکه خود به خود شهادت می دهد که از اهل دوزخ است و از شیطانی مریده است و وقتی که به حضرت حوا و آدم وسوسه میکرد که آنها را از جنت بیرون کند و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم یاد میکند که من نصیحتگری خوبی برای شما هستم. آن راهی که الان من دارم به شما میگویم این راهی هست که شمایان را یا فرشته میسازد یا مقربتر به پروردگار. ببینید که حتی شیطان با آن شیطانی خود را از ناصحین نصیحتگران گفته بود. و این چنین اگر به قصه فرعون و موسی نگاه کنیم، فرعون با آنکه این همه بالای بنی اسرائیل ظلم کرده بود، زنهای آنها را اسیر میگرفت، کودکان آنها را گردن میزد، مردهای آنها را غلام خود میکرد و حتی میگفت من پروردگار شما هستم که همه شما باید به من بندگی کنید، نه اطاعت، بندگی کنید. میگفت و ما اهدیکم الا سبیل الرشد، با این کارهایم من شما را هدایت میکنم به راه راست، من هدایتگر شما هستم. و تصور کنید عده بزرگ مردمی بودند که با او همچون اله سرخم میکردند و این همه فسادکاری های خود را او را ببخشید حق او میدانستند. انا برای همین یکی از مصیبت های اهل فساد و انتشار بداخلاقی این است که آنها میگویند با این کارمان ما به کسی ضرر نرسانیده ایستادیم، برعکس این ما هستیم که سبب خرسندی بعضی ها شده ایستادیم، این ما هستیم که با ما زیادی ها غمش رو فراموش میکند، این ما هستیم که با سرود خود و با رقص خود و با چیز دیگری خود، یعنی با عکس و با نوار و آن همه بد اخلاقی با انواعش با مردم داریم
نزدیک میشویم و غم آنها را فراموش میکنیم. برای همین اینجا انسانی عاقل باید درک کند که نه همه کسی که میگوید من ناصح و امین هستم یا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من شما رو برای راست هدایت میکنم، اون انسان از هدایتگران نیست. برای آن که شعار حتی فرعون و حتی شیطان رجیم هم این بود که من نصیحتگر و امین هستم، با اینکه این همه فساد و این همه نابودی در آنها بود. چیزی دیگری که اینجا باید درباره نفران فسادکار بدانیم این است که خود تاریخ هم شهادت می‌دهد و در زندگی هم یکایک ما شاهد هستیم که همیشه آنهایی که پهن کننده فساد و بد هستند انسان‌های اصلاحگر را تهمت می‌کنند. خود بد اخلاق است، یک نفری که از پی اصلاح مردم است، از پی اصلاح جامعه هست و با این کارش او فقط میخواهد به مردمش کمک کند، با 1001 تهمت بر او هجوم میکنند. یا میگویند این با این کارش میخواهد پول شما را بگیرد، یا میگویند این یک خائن هست که میخواهد کشور را نابود کند چنان که امروز میکنند، یا میگویند این یک نفری هست که شمایان را گمراه میکند و گمراه کننده هست، در حالی که خود آشکارا مردم را به فساد و گمراهی میکشانند. نگاه کنید وقتی موسی می آید، اگر از قرآن و از تاریخ مثال بزنیم، وقتی آمده موسی علیه السلام میگوید ای بنی اسرائیل، ای مردم مصر، این یک فرعون یک انسانی مثل شما می باشد، شما نباید نزد او سجده بکنید، شما خالق دارید که او پروردگار شما و فرعون و کل جهانیان است، شما بندگی خود را نزد او بکنید، شما نباید در نزد بنده مثل خود بندگی کنید. فرعون برآمده میگوید اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون با مردم میگوید من میترسم که همین موسی دین شما را تبدیل میدهد و این چنین در روی زمین فساد میکند. برای همین ذرونی اقتل موسی، به من اجازه بدید من موسی را بکشم و پیروان او را. تصور کنید خود آدم کش هستی، خود زنها را و کنیزی میکشانی، خود کودکان را حتی میکشی، خود بیرحمانه این همه مردم را برده خود کرده ای، باز میگویی این موسی هست که در زمین فساد میکند و دین شما رو، آینده شما رو نابود میکند، بیاید اجازه دهید ما موسی را بکشیم. تصور کنید یک انسانی که اون همه ظلم در او بود و خودش همچون فرعون زمان و پادشاه ظالم همیشه در تمام دین و در تمام تاریخ است، صحبت میکند از اینکه این انسان فسادکار است، من باشم اهل اصلاح هستم. انا برای همین نه همه نفرانی که میگویند فلانی اصلاحگر نیست بلکه خائن است یا دشمن است یا چیزی دیگر است، به او باور کرد، برای آنکه شعار ظالمان، شعار بد اخلاقان، شعار پهن کننده فسادان این است که هر کسی که به راه راست یا به اصلاح دعوت میکند میگویند این کس فسادگر است، این انسان دشمنی شما هست، او را گوش نکنید. انا امروز ما این رو دیده ایستادیم، نفری از قرآن میگوید او میگوید او را گوش نکنید. آخر قرآن گفت، او آیت گفت، او حدیث گفت، او از تاریخ گفت، او حقیقت آشکارایی بر علا را گفت، میگوید نه او را گوش نکنید، او شما را گمراه میکند، او سر شما را دیگر چرخ میزناند یا چیز دیگر میکند. برای همین شعار اهل فساد و بد اخلاقان را باید هر یک مسلمانی ذکی، هر یک انسانی عاقل باید این را بشناسد. چیزی دیگری که اینجا هست و بنده میخوام در این باره صحبت کنم، چه خیلی که گفتم امروز خیلی زیاد هم مادران هم پدران هم آنهایی که خیلی و خیلی برای جامعه میسوزند، برای فرزندان خود میسوزند، برای نسل آینده میسوزند، شکایت از آن دارند که چرا سطح اخلاقی جوانها اینقدر پس رفته ایستاده است، چرا دخترک جوان هیچ خجالت نکشیده هرچی به دهانش می آید می تواند بیاید رو برای دوربین در تیک تاک یا یوتیوب بگوید، چرا حتی دخترکان بسر حجاب دارند و خود را مسلمان میگویند اما به گروه ها در آمده هرچی به دهانشان می آید می توانند بگویند و خجالت نمی شوند. جواب چرا پسر بچه هایی هستند که دیگر از هیچ چیز خجالت نمی کشند.
آنها نه سر خم پدر رو میدانند، نه مادر رو میدانند، نه پدر بزرگ و مادر بزرگ رو میدانند. به همه احوال و به همه حالت میتوانند خود را برای مردم آشکارا رکلام کنند. یعنی این فساد اخلاقی تا چه اندازه و چقدر دارد روز از روز زیاد می شود. چرا هر روز ما میبینیم که زیادتر و زیادتر یک رقاصه دیگر پیدا شد، یک دخترک تیک توکر دیگر پیدا شد، یک بلاگر دیگر پیدا شد که امروز با سیمای خوب فردا میبراید با 1001 فحش صحبت میکند. و حتی در جامعه، چرا در نهادهای قدرتی، چی کارخانه ها باشد، چی مکتب ها باشد، چی مدارس باشد، چی حتی داخل بیمارخانه باشد و حتی در تمام مکان های جمعیتی باشد، میبینه که قدرت در دست فسادکارا هست و این چونین گپی آنها هست و نوشتن و کاغذ کردن و قانون برآوردن در دست یک چند بداخلاقی هست که همه میدونن که سیره ذاتی او یا ترجمه حالی او چی است. یعنی اینقدر فساد دارد پهن می شود در همه جا. اگر یک جمله خوب خوانید 3 جمله پر از حقارت را میخواند. اگر یک دخترک تاجیک رو بینید که یک شعر تاجیکی میخواند، 10 دخترک دیگر رو میبینید که در آنجا فقط حقارت میکند و دیگر صحبت های محرمانه میزند. چرا اینقدر زیاد دارد فساد پهن میشود؟ و برابری این اویو کسی دست به کار است یا دست به کار نیست و اینها خود از خود اینگونه قوت میگیرن، اینگونه پیشروی میکنن. فقط ویسال بود میدیدید که این دخترکایی که به قریبی جریمه شدن پروردگار هدایتشان کند، فقط ویسال بود برآمده 2 کلمه میگفت. امسال دیدید که تمام توی و تمام کنسرت و حتی به قریبی شاید تمام مکتب ها رو زیر دست کند که بر علا درباره‌اش همه چیز هست. یعنی اینقدر این اهل بد اخلاق و فسادکاران دارن قوی میشوند و اینها رو کی دستشان رو میگیرد یا اینکه بالای اینها کی سهم گذاری میکند، کی سپانسر اینها هست و گفته رسول که اینها اینقدر دارن روز از روز قوی میشوند. و اولا باید این رو بدانیم که جهان با تمام هستیش، قدرتی که الان کشورهای غرب و امریکا و روس و اینها الان دارن، بجز انتشار فساد چیز دیگری نمیخواهند. از فیلم هایشان شروع کرده تا کنسرت هایشان تا تمام بازی های سپورتی که در داخلش قمار هست، انسانی عاقل اگر خوب دقیق بخواند و بفهمد، در اینجا به خلاصه می آید که الان تمام حکم در دست این یک چند نفری بد اخلاق است. این مسئله دیگر جهانی است و نمیخوام از دایره جامعه خود بیرون برایم. اما در داخل تاجیکستان چی؟ در داخل تاجیکستان و در بین ما تاجیک ها چی؟ این همه بد اخلاقی رو کی دارد روز از روز سهم گذاری میکند و به آنها دیگر قوت حمایت میدهد؟ اولا خودی آنهایی که در کرسی هستند و حکومت دار هستند. چرا میتوانند درباره یک ملا اینقدر فیلم سازند؟ چرا میتوانند درباره یک دخترکی سطح پوش اینقدر فیلم سازند گویا که او سطح میپوشیده است و بعد رفته است به دبی و چیزی دیگر کرده است؟ این گونه فیلم ها خیلی زیاد هستند. درباره جوانی که گویا که سوریه رفته است و چیزی دیگر شده است، 1001 فیلم و 1001 مجلس میتوانند گذرانند. بیچاره پیرمردهای سرسفید رو میتوانند به خانهش دوربین مانند و با 1001 تهمت که این به کسی هنوز آشکار نیست آنها رو شرمنده کنند تا تلویزیون های دولتی چهره آنها رو آشکار کنند، اونی که کودک دارد و نبیره دارد. اما آنها درباره یک دخترک بد اخلاق، یک انسانی بد اخلاق که با این راه چقدر جوانها حتی 14 ساله و 15 ساله رو اخلاقش را نابود کرده ایستاده است، درباره او در یگان جا یگان فیلم ساخته نمی شود. درباره او در یگان جا بر علا مجلس گذرانیده نمی شود. مکتب به مکتب می توانند مجلس گذرانند درباره این که اسلام گویا دینی هست که آنها میدانند، نه آنی که اسلام حقیقی هست. می توانند درباره اپوزیسیا و مخالفان مکتب به مکتب و دانشگاه به دانشگاه دور بزنند و بگویند که این را بشناسید، این را تماشا نکنید، انا این سایت را ببینید، انا این سایت را نبینید. اما این همه سایت های پر از بد اخلاقی، این همه شخصایی که آنها دیگر آشکارا در مجالس و در بین مردم برآمده از فساد و از دیگر بد اخلاقی دعوت میکنند، درباره آنها کسی چیزی نمیگوید. شاید با 500 سوم جریمه میشود، فردا او دوام میدهد.
یعنی اولا سهمگزار و حمایتگری که پشت اینها ایستاده است و این اهل فساد دیگر از هیچ چیز شرم نمی کنند، از هیچ کس جای ترس هم ندارند و اگر این روز یک نوار ساختن فردا 100 برابر اون بدترش رو میسازن، از اینکه میدونن که برای آنها یگان جزا وجود ندارد. و برعکس این اما نفران اصلاحگر میگن چرا برادرانی که اهل علم هستند یا بسیاری از خواهرها میپرسند که چرا بعضی خواهرها مثل شما برآمده آشکار صحبت نمیکنند. آخه بیخبر از آن هستید که چگونه که یک فسادگر حمایتگر دارد و این چنین سهم گذار دارد، یک بیچاره دعوتگری که او نه پول میخواهد و نه لایک میخواهد و نه دیگر تماشابین چیزی دیگر، اینقدر او از 1000 طرف تهدید دارد و از 1000 طرف دارن بالای او سن میپوشند. انا برای همین صف اینها روز از روز کمتر است و محدودتر است، صف اینها دارد روز از روز زیاد میشود. و چیزی دیگر اگر این یکمش باشد، دویم سهمگزاران انا خود مردم هستند. خود مردمی ما که دیگر خیلی معذرت میخواهم، میبینید که اگر یک دکتر یا یک دکتر برآمده درباره یک بیماری صحبت کند که باید شما درباره این آگاه باشید، شاید کودکتان نباشد هم شاید از روی معلومات به کسی فایده دهید، او برای آنها هرگز یگان شوق‌آور یا به گفت روسا اینترستی نیست هرگز. اما شنیدن که یک حقارت زیر یک نواره هست یا در خود عکس نوار یک حقارت یا یگان خریدگری رو کشیدهند، میبینید که دیگر تمام مردم هورگویان به طرف اون میدوند و اون رو تماشا میکنند. یعنی با تماشاهای خود، با پهن کردنهای خود، با 1000 تا کامنتاری زیر اون نوشتن، اگرچه حقارت باشد، با حقارت نوشتن خود زیر یک نواری بد اخلاق تو در آنجا آشکار نشان میدی که تو رو تماشا کرده ایستاده، تعقیب کرده ایستاده، از پیش هم هستی. میبینید که اینها چقدر قوت گرفته ایستادن. تصور کنید حتی انسان حیرت زده میشود. بعضی از یک سال پیش بود، من یک چند سایت های رو دیده بودم که در آنجا مثلا با نام های خوبی مثلا شاگردان یگان امام اعظم باشد یا مثلا راهنما باشد، چیزی با این نام ها بعضی سایت ها بود که در داخلش بعضی از نوارهای کوتاه از این یا آن تربیوی بود. اما وقتی آن سایت ها دیدن که تماشابینی کم دارن، دیگر شروع کردن تمامی چیزهایی که به فکرشون یک آگاهی هست که مردم آگاه باشد این فلانی بد اخلاق است یا این فلانی چنین گفته است، اما او فقط انتشار کردن یک بد اخلاقی و یک فسادکاری هست. یعنی همان طوری که سهمگذاری را با مال خود و با وقت خود و با پول جدا کردن برای بد اخلاقان جدا میکنند، مردم با دیدن خود و با کامنتاریه ها اگرچه حقارت باشد هم نظرهای خود دارن اینها رو قوی میکنن که روز از روز حتی یک انسانی درست 1 سال پیش چیز دیگر میگفت، پس از 1 سال او دید که با یک لحن سخنش یا با یک کاری کردش تماشابینش 10 برابر یا 100 برابر زیاد شد، طرز بردن برنامه اش و طرز رفتنش تماما دیگر شد. انا سهمگزاران از خود ما هم هستند که گویا بیخبر هستیم، گویا که این رو ما برای تماما او رو فهماندن و دیگران کرده ایستادیم، اما به حالش اگر گذاشتید یا تماما نگاه نکردید به دیگران هم گفتید هرگز تماشا نکن، هرگز با او نباش، انا میبینیم که آنها چقدر کم میشوند. چیزی دیگر این است که مسئله های هست درباره 1001 جشن و 1001 رقص و 1001 سرود و توی ها. حتی توی های تاجیکی که هست، مثلا وقتی خواهر و برادرانی که در خارج هستن، یکی دیدید من توی تاجیکستان میبینم، علل خصوص در زمان حاضر میبینید که در آنجا کودکی 4 ساله هست، کودکی 3 ساله هست و رقاصه چه هنر دارد و سراینده چه هنر دارد و تویگر در کجا هست. یعنی برای کودکان این گونه منظرها جرم نیست. پدر و مادر در کجا هستند؟ یگان انسان با غیرت نیست که بگوید این همه کودک اخلاقش چی می شود با این رقص شما، با این سراییدن شما، با این سر و لباس شما که جای شما تماما دیگر جا هست. یعنی از اینکه انسان های با غیرت کم شدن،
نفرانی که حتی به کودک خود بسوزن، یک طرف گذاریم جامعه رو ببین فرزند من همینجا هست، من اجازه نمیدهم روبروی دخترک 13 ساله 14 ساله من این گونه شود. میبینید که اینها چقدر قوی شده ایستادن و هزار و یک حمایتگر دیگر هم دارن و هزار و یک حمایتگری دیگر هم دارن. پیشتر میگفتیم فقط شاید در یک کلوب های باشد، جاهای پنهانی باشد. امروز علنی در زل، در تالار، در توی میبینید که اینقدر این بد اخلاق ها دارن کارهای خود را دوام میدهند. برعکس این عیناً همین گونه اگر فقط با رقص و سرود باشد که چیزی دیگر، نوشته های و عکس هایی که امروز میبینید در تمام شبکه های اجتماعی، من قسم نمیخورم اما شاید بین دولت های آسیا تاجیکستان یکم جا بیستد از روی پهن کردن دخترکانی که با فساد آنها رو باید شناخته شود. یعنی یگون کشوری رو شاید پیدا نکنید، یک کشور مسلمانی که خواهر خود را، هموطن خود را این گونه شرمنده کردن را دوست بدارد، این گونه بخواد انا این رو ببینید بشناسید، او رو شناخته مردم چیکار میکنن، تو مقصدت با این کارت چی است؟ یعنی او رو اصلاح کردن است، او رو با نشان دادن که هرگز اصلاح نمیشود، اینجا از پای کار دیگر شد برای اصلاح کردن. انا این گونه سایت ها هم دارن زیاد می شوند و سهم گذار این سایت ها و این گونه کانال ها خود مردم هستند، خود انسان های هستند که نه من فقط یک دیدم خواستم گویان اون رو به دیگران میفرستن، دیگران به دیگران میفرستن، یکی من یگان دعای بد می نویسم هزار یک نفر دیگر هم می نویسد. و چیزی دیگر این است که من به جسارت این گونه دخترک ها قائل می شوم یا به این گونه جوان پسرها. یک طالب علمی که یا یک عالمی که برای خود امانت گرفته است که من از پای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم، من امانت علمی را میدهم، او اگر خارج از کشور باشد هم اینقدر جرأت ندارد که آشکارا برای با جوانها صحبت‌های آشکارانه داشته باشد یا اینکه با مردم صحبت‌های آشکار داشته باشد. اینجا خطاگی می شود، خطا که در همه انسان هست، در بنده هم هست، در تمام انسان هم هست، پروردگار خودش ببخشد. اما جسارتی که به آنها داده شد، این جسارت رو ببینید، یعنی یک نفری که او خود هم میداند که مردم را اصلاح میکند یا اصلاح اصلاح مردم است یا برای خود تصمیم گرفت که مردم را تا میتوانم برای جوانان من یک سهم گذاشته باشم، چی در نشر یگان علمی باشد، چی با صحبت ها باشد، در هر طرف برای خود جرأت پیدا نمی کند، برای اون که دیگر بیزار است از آن همه تهدیدی که بالای او هست، بالای عائله‌اش هست، یا اینکه از هزار و یک تنقیدی که با یک افیری که او دارد از اطرافش به او میزند. مثلا وقتی که خود بنده برای مثال فقط میزنم، برای صحبت میبرایم، یکمین تیرهایی که به سوی من می آید از طرفی برادرایی هستند که خود را از اهل اسلام و از اهل غیرت و دیگر میگویند ما آدم‌هایی هستیم که دعوتگر هستیم و چیزی دیگر، در حالی که بجای من هزار یک نفری هست که شما با تیرهای خود به طرف آنها تیر پرانید و آنها اولاتر و هدایت هستند. و اینجا جرأت را ببینید که جرأتی که برای این فسادگرها و این چنین پهن کننده بد اخلاقی امروز چه از طرف حکومت، چه از طرف مردم، چه از طرف تماشابین داده شده است، حتی و زیاد از علما و آنهایی که آنها 100% یقین دارند که آنها مسئولیت دارند، آنها میتوانند برای تربیت جوانها، برای اصلاح مردم کمک کنند، در آنها نیست. آره هستند، برادران هستند مثلا مخالفان در خارج که آنها از جهت سیاسی زیادی صحبت میکنند، از جهت تربیوی نه. اما تربیتگران کجا هستند خواهرانی که آنها میگویند بیاید این همه هزار و یک تا از فبرلیک شروع کرده تا کرته و تا چیزی دیگر و تا درون خانه و این همه رکلامه هایی که هست، ما هم برایم به مردم با دخترکان صحبت های داشته باشیم، برای اصلاح آنها صحبت های داشته باشیم که تا می توانیم یکان اندازه کوچک هم که باشد برای تربیت آنها سهم گذار باشیم. این جرأت دیده نمی شود برای اون که آنها در بالای خود حمایتگر یا در اطراف خود نفرانی رو پیدا نمی کنند که به آنها گفته شود که من در کنارت هستم، من همینجا هستم، من طرفدارت هستم. فقط با سخن خود کسی نیاز و کمک مالی دیگری ندارد، چون رزق در دست پروردگار است و آنهایی که به خاطر الله قدم میزنند و درس خواندن میدونند که با یک برده نان قوق هم میشود زندگی کرد. مهم این است که انسان
نه شخصیت خود را نه علم خود را با یک پول ناچیز بفروشد. اما جسارت این دیگران را ببینید. چرا کسی از پی اینها تا امروز نیست؟ اهل خانواده اینها کجا هستن؟ میگویم شاید اهل خانوادهش بخبر است. خویش و تبار اینها کجا هستند؟ خویش و تبارش بخبر است. بخبر بود چیزی دیگر بود. امروز اینها دارند برعلا در داخل مکتب، در داخل دانشگاه، انا اکنون در تالار، در درونی توی خانه ها، در افیرهای 50,000 نفره 10,000 نفره برآمده برعلا از بد اخلاقی صحبت میکنن. برعلا حتی نفرهای هم هستن که صحبتهای دارن که کاملا انسان را از دین خارجش میکند. اون انسان را دیگر به یگان وجه نمیشود مسلمان گفت. اما این جرأت را از کجا پیدا میکنن؟ محض از همین نفرانی که خامی آنها را حمایتشان میکنن، یا با خیلی که گفتم معنوی یا با حمایت های مادی. اما چیزی دیگری که اینجا باید گفته شود این است که خیلی بعضا بیخبر میمونیم. اما هر کسی که در پهن کردن این گونه نوارهای بد اخلاقی، چی اون رابطه به اعتقاد داشته باشد، چی به اخلاق داشته باشد، چی غیبت یک نفر باشد، چی تهمت یک نفر باشد، وقتی که در پهن کردن این گونه فحشا شریک است، تا روز قیامت پس از مرگش هم به نامه اعمال او نوشته رفتن میگیرد. در ما حدیث در صحیح مسلم است وقتی که شما در خیر شریک هستید، سهم گذاری کرده در کار خیر، اون آدمی که خیر در این سهم گذاری شما عمل کرد، مثلا برای طالب علم کمک کردید یا گفتیم مسجد را ساختید، اونی که استاد است او هم ثواب خود را میگیرد، اما ثواب شما هم مادامی که اون مسجد پابرجاست به شما رفتن میگیرد. برعکس این، هر نواری که تو در آن سهم گذاری کردی یا منتج کردی آن را یا با دیگران فرستادی یا با دیگران توصیه کردی که یکی بین این کی هست و چی میگوید، پس از مرگت هم هر باری که اون نوار رو کسی میبیند گناهش به تو رفتن میگیرد. یعنی اینجا گمان نکنیم که ما همیشه جوان هستیم و همین گونه 25 ساله میمونیم، اما عمر خیلی کوتاه هست که دیده ایستاده جوان ها هم یک پی هم بیخبر هست و انسان می رود. برای همین اینجا مسئله هست که مسئله عمربادی هست، بردوام است. اگر پیشتر مردم همیشه از پی صدقه جاریه میگشتن که چیکار کنم پس از مرگم هم برای من ثواب برود، متاسفانه امروز چقدر مردم از پی اون هستن که پس از مرگشان هم و نامه اعمال آنها گناه نوشته شدن گیرد. چیزی دیگر اگر درباره خود عائله ها هم صحبت رود، متاسفانه سهم گذاری و انسان های بد اخلاق در داخل عائله های هم هست. کودکی که حقارت میکنند هم لبخند میزنند، با گویا که برای او قوت میدن که چه چیزی عجیب گفت. کودکی که یک کلمه زیبایی گفت همش مسخره میکنند. جوانی که مادر جان گفت مادر حیرت زده میشود که چرا امروز مادر جان گفت تو بیمار هستی چیزی دیگر هستی. جوانی که مادر رو حقارت کرد همه آرام هستن برای آنکه این شغل دائمی یا عادت دائمیش هست. برای سهم گذاری به اخلاق خوب و برای اصلاح باید از خود عائله ها هم شروع شود عزیزان. در داخل خانه هم برای هر یک اخلاق خوب کودک اگر برای او مکافات داده شد، اگر مکافات چیز هم نباشد، فقط یک لبخند باشد، فقط یک بوسه کردن باشد، فقط یک تشکر صمیمانه باشد، میبینید که در داخل خانه هم چگونه این خوش اخلاقی می افزاید. برعکس این، اگر به بد اخلاقی که هست فقط اگر با دست زدن نمیتوانی، یعنی دست او رو گرفته نمیتوانی، مقصد من که تغییر داده با دست نمیتوانی، حدی اقل با زبانت، حدی اقل با نگاهت اگر بد اخلاقی رو به بد اخلاق ناراحتی خود، ناراضگی خود رو بیان کردی، این همه بد اخلاقان هم قوت نمیگیرند. متاسفانه امروز زمان رسید که ما حتی به نفران بد اخلاق گفتن یک طرف ایستد، نیم نگاه هم با نگاهی که غضب آلوده هست یا نگاه ناراضیانه هم کردن نمیتوانیم. ما دیگر عادت کردیم لبخند زنیم حتی به بد اخلاقان که آنها دیگر شیر میدان شدند و در کوچه ها هم از کسی نمیترسن، در برنامه ها هم از کسی نمیترسن، از گفتنشان هم نمیترسن. اما آنهایی که باید از پی اصلاح دیگر آنها باشن یا نفرانی که باید از پی اصلاح جامعه باشیم و به مردم برسانیم که اینجا دو چیز است. انسان هایی هستند که خود فسادکار هستند و خود را اصلاحگر میدانند. اینها گمان میکنند جوان ها را باید زیر کنترل خود کنند.
اما ببینید که اینها به کجا برده ایستادن. کسایی که اینها رو تماشا میکند، کسایی که از پای اینها هست، چی میشود و دستش چی میآید، آیندهش چی میشود، این رو باید فهمانده شود تا که چهره اساسی این گونه انسان ها آشکار شود. اما این رو برای فهمانیدن نه تنها من یا کسی دیگر، یکایک ما باید دست به کار باشیم. بگویم که یکمین کاری که برای از بین بردن یا سهم نگذاشتن به یک بد اخلاق میکنی، این که به نوارهای او هرگز نزدیکی نکن و توصیه بکن که نباید حتی برای عبرت هم باشه تماشا کرد. برای اون که عبرت گویان میبینید که برای آنها قوت هم داده ایستادن. و چیز دیگری که اینجا باید حتما گفته شود، خود بد اخلاقان چه خیلی که گفته ایستادیم، امروز برای خود اجازت میدهند که در کجا چی کار خواهند بکنند. اما انسان هایی که میدانید که شما از دستتان تربیه جوانان می آید، کمک هم باشد برای اصلاح جامعه می آید، برای خود کاملا نه، حداقل 10%، 5% اجازه بدیم که با مردم صحبت کنیم. اگر در افیر رو گفتیم در خود برنامه های روبرو نمی شود، پخش مستقیم نمی شود، حتی با اطرافیان خود، با فرزندان خود، با خویش و تبار خود، با برادر خود، با نزدیک خود حداقل صحبت بکنیم. برای اون که امروز زمانی رسید که حتی نصیحت کردن، حتی با زبان به کسی درباره اصلاح گفتن رو هم بعضی ها برای خود الکی جرم قرار دادند و از دهان آنها دیگر حتی نزدیکترین نفران آنها، اعضای خانواده آنها هم یگان صحبت نمیشنود که این هم همش از بی‌حمایتی و از آن تهدیدهای بالا هست. ولی با این تهدیدها باید انسان مجادله کرد، با این تهدیدها باید زور آمد و چگونه ای که دو سه فسادگر برای خود اجازه دادند و جرأت را اینقدر پیدا کرد، اهل حق هم باید این جرأت را برای خود پیدا کنند. و این رو هم بدانیم که همان گونه ای که موسی با اصلاحگری خود موسی است، فرعون هم با ظلم خود را اصلاحگر میدانست. ولی همیشه تاریخ از این شهادت میدهد و همه ما امروز نه فردا خواهیم دانست که کی کسی مردم را به راه راست برده ایستاده است، کی کسی خائن است و کی کسی گمراه کننده است. و این چنین مردم هم اگر کمی فقط کمی چقورتر در این باره فکر کردن، پیدا میکنند که این نفری که برآمده اینقدر به مردم درباره این و آن صحبت میکند، مقصد اساسی است چی است؟ یا به خاطر آبرو گرفتن است، به خاطر پول کار کردن است، یا در حقیقت به مردم میسوزد و کسی دیگر هم دقیقاً اونی که به فساد دعوت میکند چه مقصد دارد. این بود عزیزان برنامه امروزه من با شما. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم.